درود دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید. من امروز تصمیم گرفتم به مناسبت انتخابات در پیش رو داستانی از داستان‌های عزیز نسین رو انتخاب کنم، اینجا معرفی کنم و دربارش با هم دیگه صحبت کنیم. اسم داستان سابقه حیوانات است. حیوانات که همگی می توانند نمادهایی از انسان‌های یک جامعه باشند، بین خودشان یک مسابقه هوش ترتیب می‌دهند. هر حیوانی در این داستان ادعا می‌کند که باهوش‌ترین حیوان جنگل است، اما در این بین دو رقیب قدر و قدرتمند وجود دارد که همه احتمال می‌دهند یکی از این دو حیوان در رأی‌گیری انتخاب شود: روباه و سگ جله. تبلیغات انتخاباتی رو عزیز نسین با روایتی پندآموز و سرگرم کننده در قالب گفتگوی دو حیوان و طرفداران دو جناح را در قالب حیواناتی دیگر به مخاطب نشان می‌دهد. هرچه به زمان انتخابات نزدیک و نزدیکتر می‌شویم، سگ جله و روباه با وسواس بیشتری این مسئله را پیگیری و دنبال می‌کنند. از آنجایی که این دو حیوان باهوش دشمن خونی همدیگر هستند، به شیوه آدم‌ها نهایت سعی خودشان را برای بدنام کردن جناح مقابل به کار می‌گیرند. سگ جله جلسه‌ای می‌گیرد و سخنرانی پرشوری برای حیوانات دیگر ایراد می‌کند و ادعا دارد که تمایل چندانی ندارد که در این مسابقه شرکت کند و در آنجا به شیوه سیاستمدارانی که می‌گویند در این برهه حساس کنونی چون احساس خطر کردم پا به میدان گذاشتم و با این حربه می‌گوید اگر من انتخاب نشوم روباه مکار بر شما حکومت خواهد کرد و پیروز میدان است. روباه هم بیکار نمی‌نشیند. روباه در واقع نماد یک سیاستمدار حیله‌گر است که به صورت سوری در انتخابات شرکت می‌کند که جناح مقابل را بکوبد و به نفع دیگری کنار برود. روباه که به نوعی فکر می‌کند در این بازی بازنده است، با ترفند جلسه‌ای سری با سگ جله برگزار می‌کند و در آنجا سگ رو متقاعد می‌کند باید یک کاندید انتخاب کنیم که از خودمان کم هوش‌تر باشد و نتواند آسیبی به ما بزند. سگ جله نیز حرف‌های روباه را تایید می‌کند و می‌گوید بله، ما باید احمق‌ترین حیوان را انتخاب کنیم. خب همانطور که می‌دانید ما در روزمرگی‌های خودمان به آدم‌های نادان، احمق یا نافهم گاو می‌گوییم و این گاو داستان در واقع می‌تواند نمادی باشد از همین آدم‌های گاو. روباه و سگ در دیدارهای جداگانه به سراغ گاو می‌روند و از هوش سرشار و نداشته گاو تعریف می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود در جلوتر گاو با توهم دانایی در انظار دیگر حیوانات ظاهر شود و به واسطه تبلیغات گسترده سگ و روباه بالاخره به این عنوان مهم می‌رسد و در مسابقه به عنوان باهوش‌ترین حیوان انتخاب می‌شود. اما این تمام ماجرا نیست دوستان. در جلوتر حیوانات تصمیم میگیرن بهترین لگدپران و جفتک انداز رو از بین خودشان انتخاب کنند. خب نتیجه مسابقه از قبل معلوم بود که اسب و قاطر میتوانند به عنوان قهرمان انتخاب شوند، اما خر هم به عنوان یک مدعی در عرصه انتخابات ظاهر می شود و حتی خروس نیز فرصت ارزندان پیدا می کند. بازار انتخابات گرم می شود و در مناظره ها به همدیگر تهمت میزنند و بعضا ناسزا میگویند. اسب میگوید جفتک قاطر تو خالیه، کسی که پدرش خر است لگد زدن بلد نیست، حتی گاو از او بهتر جفتک میزند. قاطر میگفت با لگد اسب مگس هم له نمیشود. و این درگیری ها باعث شد که باز هم اسب به سراغ گاو برود و از لگد زدن های بی مثل و مانند او تعریف کند. پشت سرش قاطر و بعدش خر به دیدن گاو میرود و به این ترتیب در این مسابقه باز هم گاو پیروز میدان میشود. این کشمکش ها همینطور ادامه دارد تا وقت تعیین قوی ترین حیوان جنگل میرسد و یک درگیری بین شیر و پلنگ پیش می آید و این دو از ترس پیروز شدن طرف مقابل به سراغ گاو می روند و در نهایت گاو به عنوان باهوشترین، جفتک‌پران‌ترین و قوی ترین حیوان جنگل انتخاب می شود و بر تمام حیوانات حکومت می کند. دوستان، روباه رو اول داستان و گاو رو آخر داستان به یاد بسپارید.